حدود 2000 سال پیش امپراتوری روم به اورشلیم حمله کرد. آن شهر را ویران ساخت و مردمانش را به بردگی گرفت. حدود 45 تا 60 هزار نفر از این بردگان برای ساختن بنایی به کار گرفته شدند که کولوسیوم نامیده شد. بخش بزرگی از این بردگان در حین کار کشته شدند. کولوسیوم محل برگزاری جشن‌های امپراتور و مردم روم بود. در طی این جشن‌ها که هر بار 100 روز به درازا می‌کشید، حیوانات درنده را به جان بردگان و گلادیاتورها می‌انداختند و یا گلادیاتورها را که برده بودند و امید به زندگی آنها به سختی به 22 سالگی می‌رسید، مجبور به کشتن یکدیگر می‌کردند. در طی هر دوره از این جشن‌ها حدود 5000 برده و گلادیاتور به قتل می‌رسیدند. در کل بیش از 1 میلیون نفر از جمله 500 تا 700 هزار گلادیاتور در میدان کولوسیوم به طرز وحشیانه‌ای کشته شدند. این میدان 4000 متر مربعی بزرگترین قتلگاه تاریخ بشریت بوده است. اما کولوسیوم امروز محبوب ترین بنای ایتالیا، نماد شهر روم و تمدن رومی است. همه رومیان، ایتالیایی‌ها و حتی تمامی اروپاییان به این تمدن افتخار می‌کنند. در سال 2007 در طی یک نظرسنجی با شرکت بیش از 100 میلیون نفر، کولوسیوم جزء 7 اثر برتر و محبوب جهان برگزیده شد. در سال 2011 مبلغ 25 میلیون یورو تنها برای تمیز کردن دیوارهای کولوسیوم و چند کار بسیار جزئی دیگر در درون آن هزینه شد. اما حدود 600 سال پیش از ساخته شدن کولوسیوم، ایرانیان تخت جمشید را ساختند. اثری پرشکوه با زیربنای 175 هزار متر مربع، یعنی 8 برابر کل زیربنای کولوسیوم. در ساختن تخت جمشید هیچ برده‌ای به کار گرفته نشده است. کارگران، مهندسان و هنرمندان ایرانی در بهترین شرایط کاری ممکن این اثر بزرگ بشری را آفریدند. پادشاهان ایرانی در تخت جمشید جشن‌های ایرانی مانند نوروز و مهرگان را که ریشه در آشتی، مهر، طبیعت و زندگی انسانی دارد برپا می‌داشتند. همه نگاره‌های حک شده بر دیوارها و سنگ‌های تخت جمشید نشانگر جشن‌ها، فرهنگ و میتولوژی زیبای ایرانی است. در تصاویر حکاکی شده بر سنگ نوشته‌های تخت جمشید هیچ کس خشمگین و عصبانی نیست. هیچ کس سوار بر اسب نیست. هیچ کس را در حال تعظیم نمی‌بینید. هیچ زمان بردهداری در ایران نبوده. در میان این همه پیکر تراشیده شده حتی یک نقش، تصویر و چهره برهنه وجود ندارد. تخت جمشید مرکز بزرگترین قدرت جهان در آن روزگار بوده است. اما اکنون ما چگونه با آن برخورد می‌کنیم؟ در انگلستان کاسه 300 ساله پیدا می شود و رسانه هایشان گوش دنیا را کر می کنند. ولی ما تپه ها و محوطه های 7000 ساله را که مدنیت دنیا در آن متولد شده با بی‌اعتنایی به ویرانی سوق می دهیم و تخت جمشید را که نماد تاریخ، هویت و فرهنگ پارسی و ایرانی و میراث بی‌بدیل تاریخی ماست به فراموشی سپرده.